برای من خیلی چیزهای عجیبی هستن، به خاطر اینکه از امریکا اومدم. امریکا که خیلی کشور دیگری است، خیلی کشور هست که با اینجا خیلی فرق میکنند. همه اینجا روسیت میزنن. برای من این عجیب بود. از طبیعت تاجیکستان خیلی لذت میبرم. یعنی من میرم در کوهنوردی میروم، یعنی رفتن در کوه. این دریاچه هایی که زیاد اینجا هستن خیلی اونجا رو دوست میدارم، و حتما رفتن به رستوران ها، طربخانه های مختلف. این دفعه که اومدم، این بار که اومدم تاجیکستان، چیزهایی که نو دیدم که قبلا ندیده بودم این بود است که در شهر بختر و شهرهای میده‌تر در تاجیکستان چقدر مردم این شهر یکی دیگر رو میشناسن. یعنی امروزه که میروم بیرون، هر دفعه میروم بیرون دوستهایی رو میبینم که مثلا از کارم با اونا آشنا شدم، یا مثلا دانشجوهای مختلف هستن، و برایم خیلی جالب است و خیلی یه تجربه نو است. با فکر من جوانان تاجیکا خیلی یه گروه خیلی پشتکاری هستن، یعنی خیلی کار میکنن برای آینده خودشون، هم خیلی تلاش میکنن، خیلی کوشش میکنن که کار خوبی پیدا کنن، خوب درس خونن. بسیار جوانانی هستن که برای آینده خودشون و آینده وطنشون کار میکنن، که با فکرم خیلی چیز زیباست. البته جوانان همه جا جوانان هستن، یعنی همه‌شون میخوان مثلا با دوست ها باشن، بازی کنن، همه این چیزها کلن. اما در امریکا با فکرم همه با اینترنت و تلویزیون و همه این چیزها دسترسی دارن، یعنی این چیزها رو در دست دارن. اما در تاجیکستان کمی سخت‌تر است، خیلی مشکل‌تر است که مثلا با اینترنت، به تلفن‌های سمارت فون و اینا داشته باشن. یعنی کمی بیشتر مثلا ارتباط رو به رو دارن. خیلی خوراک‌های مختلف گوناگون تاجیکی تا خوردم. آش، مانتو، سامبوسا، قروتاب، همه این چیز رو خوردم. اما با فکرم از همه اینها قروتاب بهترین، با مزه ترین، و اگر تونستم هر روز قروتاب میخوردم.